بحث مستنداتی که ما مستندات هم باید ببینیم که چه مستنداتی داریم و تیک اون مستندات هم بزنیم. خب مواردی که توی مستندات هستش، یکی این که مثلا راهنمای شرکت در دوره. ما ممکنه یک راهنما تهیه کنیم که بگیم خب مثلا شما برای شرکت در این دوره لازمه که مثلا این پیش نیازها رو داشته باشید. خب یا مثلا برای شرکت در دوره لازمه که این موارد قبل از دوره باید بدونید. مثلا تو کارگاه‌های آنلاین ممکنه ما بگیم خب راهنمای ورود به کلاس آنلاین چه شکلیه. خب مثلا یک، باید شما مرورگرتون آپدیت باشه. دو، مثلا باید روی این لینک کلیک کنید. سه، باید مثلا یک رو قبل توی اتاق یا روم آموزش آماده باشید. موارد اینجوری رو مثلا به عنوان یک مستنداتی در اختیار شرکت کننده ها میذاریم. جزوه‌ای که ما قرار داخل کارگاه بدیم آماده شده، اینو قبلش باید آماده کرده باشیم. کاربرگ هامون رو باید دقیقاً آماده کرده باشیم. ممکنه یه قالب خاصی رو قراره در اختیار مثلا شرکت کننده هامون بذاریم. مثلا ما میخوایم آموزش کار کردن با پاورپوینت رو بدیم و بعد یک سری قالب های پاورپوینت هم قبلا در نظر گرفتیم که کار مخاطبمون رو راحت کنه. تیکه اینم میزنیم که این قالب هم مثلا ما آماده کردیم. اگر پرسشنامه‌ای هستش، پرسشنامه رو مثلا در اختیار مخاطبمون بذاریم و همچنین پاورپوینتمون هم باید دقیقاً چک کنیم که حالا از نظر بحث خوانایی و اینا که جلوتر میگیم که چه عواملی توی پاورپوینت هم مهم هستش. پس این هم در واقع از بحث مستندات بود که باید ما رعایت کنیم. خب حالا بحث پاورپوینت رو یه مقدار اینجا ریستر میخوایم با هم صحبت کنیم. همیشه یادتون باشه توی پاورپوینت از تصاویر با کیفیت استفاده کنید. خب بعضی وقتا مثلا ما سرچ میکنیم توی اینترنت، یه همینطور یه تصاویری دم دستمون میاد و اون تصاویر رو قراره مثلا میخوایم استفاده کنیم. خب مثلا میبینیم کلی هم لوگوی مال اون شرکت داره. خب و مثلا کیفیتی هم نداره که رزولوشنش پایینه. اینا مثلا مواردیه که ممکنه برای ما عادی باشه ولی مخاطب دقت میکنه به این قضیه. همیشه سعی کنیم از عبارات مختصر و کلیدی و کلیدواژه ها استفاده کنیم. قرار نیست ما بیایم و کل آموزشمون رو اینجا بنویسیم. ما قراره که بیایم و واقعا فقط از موارد مختصر استفاده کنیم، کلیدواژه ها استفاده کنیم. ویدیوها رو داخل پاورپوینت نباید بزنیم. یک اشتباه خیلی مهلکه. خب هیچ وقت اگر قرار ویدیویی رو ببینید، هیچ وقت اون ویدیو رو داخل پاورپوینتتون کار نکنید و ویدیو رو توی فولدر و پوشه مربوط به آموزشتون بذارید و بعد اونجا پلی کنید. از طریق یک پلیر پلی کنید. فضای سفید باید همیشه توی پاورپوینتتون باشه. فضای سفید باید باشه که مخاطب گیج نشه. انیمیشن ها سعی کنید از انیمیشن های ساده استفاده کنید و مثل انیمیشن ها اپیر و فید استفاده کنید، خیلی بهتره. از یک قالب مشخص پیروی کنید. مثلا اگر مطالبتون همه اسلاید سمت راسته، همه رو بذارید سمت راست. یه اسلایدتون مطالب سمت راست نباشه، یه اسلایدتون سمت چپ باشه. یا عکساتون مثلا سمت چپ گذاشتید، همه اسلایدها دیگه عکساتون سمت چپ باشه. یا مثلا این قسمت رو برای عکساتون در نظر بگیرید. یه اسلایدتون این قسمت نباشه عکسا، یه اسلاید تو وسط باشه، اسلاید تو سمت راست باشه، اسلاید تو بالا باشه. از یه قالب مشخص پیروی کنید. یادتون باشه کپی نکنید. وای وای وای، این خیلی عامل مهمیه. کپی اصلا غیر واقعا ممنوعه. اصلا این کار رو اصلا انجام ندید و همیشه واقعا برای تهیه اسلایدتون وقت بذارید. خودتون با حوصله و با سلیقه این کار رو انجام بدید. آیتم ها هم باید به صورت مناسب و منظم نسبت به هم دیگه قرار داشته باشن. و مثلا نگاه کنید شما این همین اسلایدی که الان ما در نظر گرفتیم، ببینید آیتم ها همش تو یک ردیف هستن و حتی ارتفاع آیتم ها رو ما 1.5 در نظر گرفتیم که خیلی هم تو هم نیفتن مطلب ها.